تیم نکونام با کاکوتا و اندون کهکشانی شد. استقلال پیروز بزرگ رقابت نقل و انتقالات. دیدیه اندونگ بعد قرارداد به صورت رسمی به استقلال پیوست. دیدیه اندونگ هافبک میانی که اهل گابنه بعد قرارداد 1 ساله به استقلال پیوست. این بازیکن 30 ساله سابقه بازی در صفاقسی تونس، لوریان فرانسه، ساندرلند انگلیس، گنگنام فرانسه، دژیون فرانسه، یعنی ملتی اسپور ترکیه، اریاز عربستان و غیره رو داره. اندونگ همچنین برای تیم ملی کشور گابن هم بازی میکنه. به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، گایل رومئو کاکوتا وینگر 33 ساله فرانسوی به استقلال پیوست. وی محصول آکادمی لانس و چلسی و در رده بزرگسالان در تیم‌های مختلفی از جمله چلسی، فولام، بولتون، لاتزیو، رای وایکانو، سویا، دیپورتیو لاکورونیا، لانس، آمیون و غیره به میدان رفته. کاکوتا سابقه بازی در همه رده‌های ملی پای فرانسه رو داره، اما در رده بزرگسالان برای تیم ملی کنگو به میدان رفته. مهمترین نکته در خصوص تیم استقلال و برتری اونها نسبت به رقبا اینه که تقریباً هیچ کدوم از بازیکن‌های موثر و ستون‌های تیم خودشون رو نسبت به فصل گذشته از دست ندادن و بازیکن‌های نظیر محمدی، چشمی، حسینی، جلالی که زمزمه‌های زیادی از جدایی اونها به گوش میرسید در تیم ماندگار شدن. با توجه به وضعیت فعلی تیم‌های حاضر در لیگ برتر به نظر میرسد مشابه با فصل گذشته 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور مدعیان اصلی قهرمانی و کسب سهمیه‌های آسیایی باشند. استقلال فصل گذشته در آخرین دقایق هفته پایانی جام قهرمانی رو با اختلاف 1 امتیاز مقابل رقیب دیرینه خود یعنی پرسپولیس از دست داد. تیم جواد نکونام رکورد عجیبی رو ثبت کرد، کسب 67 امتیاز و عدم قهرمانی. اگرچه انتقادات زیادی از جواد نکونام و درخواست‌های برای برکناری او شنیده شد، اما مدیریت استقلال با قدرت رأی به ادامه همکاری با وی ادامه داد و بلافاصله فعالیت این تیم در نقل و انتقالات نیز آغاز شد. ودران کیوسفسکی در پست دروازه و آرمین زیلکیچ به عنوان وینگر از کشور بوسنی به استقلال پیوستند. 2 بازیکن که چگونگی جذب و مبلغ قرارداد آنها بسیار جنجالی شده و تا امروز نیز مشخص نیست آنها در استقلال خواهند ماند یا قرارداد نجومیشان با پرداخت غرامت فسخ خواهد شد. در مرکز خط دفاعی استقلال با خرید سامان فلا و حضور سیلوا، سلیمی و سهرابیان وضعیت بسیار خوبی دارد. بهترین خبر برای نکونام حل مشکل سربازی ابوالفضل جلالی و ماندگار شدن وی در تیم بود که با جذب میلاد زکی‌پور از سپاهان سمت چپ دفاعی استقلال تقریباً قدرتمندترین جناح چپ در بین تیم‌های لیگ محسوب میشه. در سمت راست خط دفاعی طی انتقالی جنجالی رامین رضاییان به استقلال پیوست و صالح هردانی از این تیم جدا شده و جایگزین رضاییان در سپاهان شد. حضور جلالی و رضاییان حملات استقلال از کناره‌های زمین را بسیار زهردار خواهد کرد. در خط میانی استقلال چندین خرید درخشان انجام داده شده است. محمد حسین اسلامی بازیکن جوان ذوب‌آهن، علیرضا کوشکی وینگر فصل قبل گلگهر و 2 بازیکن خارجی مشهور یعنی گایل کاکوتا و دیدی اندون کمربند میانی استقلال را شدیداً قدرتمند کردند، جایی که شاید فصل گذشته نقطه ضعف بزرگ این تیم مقابل رقبا محسوب میشد. همچنین با جذب چندین ستاره بزرگ که در بخش بالا به طور کامل تشریح شد، تیم جواد نکونام تنها مدعیه که علاوه بر حفظ ستارگان فصل قبل به شدت تقویت نیز شده است. استقلال در فصل گذشته بیشتر به کمک خط دفاعی خود مستحکم بود و امتیازات مسابقات جمع‌آوری میکرد، اما در نهایت در گام پایانی 1 امتیاز کم آورده و نایب قهرمان شد. اما در فصل جدید با جذب ستارگان جدید در خط میانی و حمله احتمالاً شاهد سبک متفاوت فوتبالی از تیم نکونام خواهیم بود.